در شهر پشاور در شمال و غرب پاکستان راهپیمایی‌ها در پی انتخابات محلی روز 3 می ادامه یافتند. اعتراضگران از احزاب گوناگون حکومت ولایت خیبر پختونخوای پاکستان را به تقلب نتیجه‌های آوازدهی عیبدار می‌کنند. برخی آنها در دست ورقه‌های آوازدهی قلبکی داشتند که مقامات داده‌اند. اعتراضها آرام گذشت. ولی در خشونت‌های پسا انتخاباتی در این ولایت تا امروز 19 نفر جان باخته، ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. در کابل پایتخت افغانستان استادان از دست کم 2 مکتب عالی دست به کارشکنی زدند. آنها میگویند حکومت مشکلات آموزگاران را نادیده میگیرد. آموزگاران افزایش معاش و بهتر کردن شرایط زیستشان را طلب دارند. آموزگاران افغان بعضا با کار اضافی، تاکسیرانی و یا دکانداری روزگار خود را تأمین میکنند. در شهر الماتای قزاقستان با آغاز امتحانات در مکتب‌های میانه تدبیرهای شدید امنیتی اندیشیده‌اند. دستگاه‌های رنگینی مانع به تالار امتحان‌ها وارد شدن طالب علمان با تلفن و فناوری‌های دیگر می‌شوند. در سراسر قزاقستان امسال بیش از 87,000 نفر مکتب را ختم می‌کنند. بهترین های آنها می‌خواهند با دریافت بهای بلند در امتحان کمک‌های دولت برای ادامه تحصیل را به دست بیاورند. فشار بر طالب علمان در این روزها خیلی زیاد است و در سالهای گذشته به دلیل ناکامی در امتحان چندین مورد خودکشی طالب علمان ثبت شده بود. در دوشنبه سفیر آمریکا در تاجیکستان سیوزان الیوت با سازمان‌های غیر دولتی که از مردم معلول نمایندگی می‌کنند ملاقات کرد. او به آنها گفت آمریکا به مقامات تاجیکستان فشار خواهد آورد تا پیمان سازمان ملل متحد درباره حقوق افراد معلول را امضا و تصویب کند. فعالان شکایت دارند که نیازهای مردم معلول در بسیار موردها صرف نظر می شود و بسیاری ها درباره حقوق خود معلومات خیلی کم دارند و یا یگان اطلاع ندارند.